ضربه کرنل این بار بهتر. یه ضربه گل! سجل الهدف الاول. انت ساهر، انت مقاتل، انت فرید، انت اسطورة. شاهین به گل میرسه. یاد گل اشرف حکیمی بازیکن تیم ملی مراکش افتادم به غنا در المپیک گذشته. البته یاد خاله های اشرف حکیمی و پادشاه فقید مراکش هم افتادم. سه تا از خاله های اشرف حکیمی همسر پادشاه فقید مراکش بودن. آقای پادشاه میخواست خاله چهارم رو هم بگیره که گل و خونشون به هم نخورد. جهان پهلوان ازدواج و فرزندآوری اسماعیل بن شریف 504 تا همسر داشت و 867 تا هم بچه داشت، اونم فقط تا سن 57 سالگی. اسم العمو دهنت سرویس. در دیزی باز بیه با مشی حیا کجا برده؟ در دیزی باز بود و حیای گربه کجا رفت؟ کمر فولادین اسماعیل بن شریف در سن 57 سالگی دیسکش بیرون زد. دکتران بدین اوضاع در بیچنبونه بهش گفتن دیگه باید استراحت کنی. در نهایت اسماعیل خالشی های اشرف حکیمی در سن 93 سالگی درگذشت. اسی جان قبرت نور بباره.